هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. دقت بکنی نور خدا داخل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه ی کعبه مگر نیست؟ برخیز و کمی کعبه ی اعمال خودت باش. چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است. تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است. شاید که بتی در وسط هن من و توست. باید بات خود با نم باران خدا شست. گویی که خدا در بدن و در تن من هست. نزدیک تر از خون و رگ گردن من هست. والله خدا قدرت پرواز پرنده است. ساخرش بی وقفه یک شیر درنده است. در پیله پروانه مگر دست خدا نیست؟ پیدایش پروانه بگو معجزه کیست؟ احساس خدا جزر و مد آبی دریاست. آنجا که نفس در بدن ماهی دریاست. آنجا که نهنگی پی ماهی سر جنگ است. تدبیر خدا در سر و افکار نهنگ است. باید که خدا را به دل کوه ببینیم، در جسم و تن و در نفس و روح.